یکی از پست‌هایی که همیشه تو فوتبال پر از بحث و رقابت شدید بوده، پست شماره 9 یا همون مهاجم نوک هستش. پستی مملو از ستاره‌های درخشان مثل گرد مولر، تیری آنری، لواندوفسکی، دروگبا، کریم بنزما، فان باستن و برای نسل جدید ارلینگ هالند جزو اسامی هستن که در این پست خوش درخشیدن. اما یه چیز اینجا کمه. درسته، 2 تا اسم 2 تا اسطوره، 2 تا از بهترین مهاجمای تاریخ فوتبال و شاید هم بهترینای تاریخ. امروز ما اینجاییم تا رونالدو مریخی و لوئیس سوارز جنگجوی تفنگدار رو توی دوئل نفسگیر قرار بدیم تا بر اساس آمار دقیق از رسانه‌های معتبر بازیکن بهتر رو انتخاب کنیم. خانم‌ها و آقایان، به اولین قسمت از دوئل فوتبالی خوش اومدید.